امروز روز اول سال 1394 هجری خورشیدی می باشد. این روز همانند سالهای دیگر با مراسم خاصی در سراسر افغانستان و کشورهای منطقه تجلیل می شود و پیشواز از این روز امروز در شهر کابل در منطقه کارته سخی نیز مراسم جنده‌بالا صورت می گیرد که مردمان زیاده به خاطر این مراسم به اینجا گرد هم می آیند. برو رقص کن دیگه. رقص چک چک دیگه بس بر چی سودستی؟ حالا هزاران تن در زیارتگاه سخی در شهر کابل به خاطر مراسم جنده‌بالا گرد هم آمدند. این مردمان همه ساله به پیشواز از سال نو در شهر کابل و شهر مزار شریف در زیارتگاه و گذرگاه حضرت علی در مراسم برافراشتن جهنده اشتراک می کنند. در شهر کابل نیز ریش سفیدان، جوانان، زنان و کودکان با علاقمندی خاصی در این مراسم اشتراک نمودند و همه در تلاش رسیدن به محل برافراشتن جهنده هستند. در این مراسم بر علاوه مردمان عام ده‌ها مقامات دولتی اشتراک نمودند. محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه در این مراسم گفت که حکومت افغانستان به خاطر تأمین صلح و امنیت تلاش‌های زیادی به خرج می‌دهد. آقای محقق افزود که حکومت افغانستان نخواهد گذاشت کسی به نام اسلام سوء استفاده کند. وی همچنان از امیدواری در مورد رها شدن 31 افغان ربوده شده نیز سخن گفت. مردم عام نیز همانند گذشته برخواست همیشگیشان که همانا تأمین امنیت و صلح دائمی در افغانستان است تأکید کردند. من امیدوار هستم که سال 1394 یک سال خوش سال و آزادی در کشور ما باشه و امیدوار هستم که دولت عزیز ما که وعده‌ای را که داده که در 1394 امنیت خوب، صلح، اقتصاد مردم را می‌سازد به وعده خود عمل کند و امید که یک سال خوب و خوش باشد. امروز مراسم جنده‌بالا در منطقه کارته سخی شهر کابل برگزار شد. در این مراسم بر علاوه مقامات حکومتی هزاران افغان نیز از سراسر شهر کابل گرد هم آمده بودند. در این مراسم معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان محمد محقق بر ثبات و صلح تأکید کرد و گفت که مقامات افغان تا آخرین حد توانایی خود کوشش خواهند کرد که برای صلح و ثبات افغانستان کار نمایند.